سلام علیکم، چطورین؟ به یه ولاگ دیگه خوش اومدین. من الان از خونه زدم بیرون و دارم میرم به سمت دکتر زنان. نمیدونم چرا انقدر حاضر شدم واسه دکتر زنان، ولی خب دیگه گفتم بذار با انرژی زنانه بالا برم پیش دکتر زنان. احساس کردم شاید اینجوری از وحشتم کمتر بشه. یادتونه تو بالی گفتم که کیسه من برگشته؟ بله، الان بعد از 6-7 ماه تازه به من وقت دادن که من برم و البته خب واقعا اورژانسی هم نبوده، ولی چک کنم ببینن چی کار میشه و واقعا امیدوارم که یک پیشنهاد خوب بده، نه اینکه مثلا بگه برو باهاش حالا زندگی کن. امیدوارم که درمانش کنه. این کیسه منم از اون کیسه تو شکم نیست. بچه‌ای که از بالی دنبال میکنن میدونن که این کیسه من از اون کیسه تو شکمی نیست و چیز دیگری است. ازم نخواهید که توضیحش بدم، زیاد برایم خوشایند نیست. الان فقط ازتون میخوام از اینجا تا مقصد و شما دعا کنید که من جا پارک گیرم بیاد، چون که ما فقط 6 دقیقه وقت داریم که ماشین رو پارک کنیم از لحظه‌ای که میرسیم و دکتر رو پیدا کنیم. بعد دیگه امروز همجوری بک تو بک کاره که رو سرم خراب شده. خدای وقتی شما پیش من همه کارم خیلی بهتر انجام میدم. از حق نگذریم باعث پروداکتیو تر شدن من میشین. امیدوارم من هم باعث پروداکتیو تر شدن شما بشم. بچه جایدن شرم میزنه، من چرا شرم اینجوری شده جایدن. خیلی شرمنده که نمیتونم خوب نگاهتون کنم. دارم جلومو نگاه میکنم. الانه که پلیس منو بگیره و بگه تو برگرد ایران، نمیخوام اینجا داشته باشمت. من بهش میگم باشه. باشه. شانس آوردم و همین بغل جای پارک پیدا کردم. بچه‌ها، من الان هنوز تو شوکم به خاطر اینکه این برداشت منو عمل سرپایی کرد همونجا. چون گفتش که اگه بخوای میتونی صبر کنی تا بیمارستان که مثلا بهت یه دارویی بدیم که شلشی و مثلا خوابالو باشی و کلا هیچی حس نکنی، ولی وای الان حس کنم خیلی دست و پام شل شده. یهو اوکی بودم ها. بعد گفتش که اگه بخوایم میتونم همینجا بهت آمپول بی‌حسی بزنم مثلا انجامش بدم اگه میخوای. بعد منم میذارم نگاهش کنم، گفتم من تحمل دارم بالاست، فکر کنم اوکی باشم اگه همین الان انجام بدی که دیگه صبر نکنم. بعد دیگه انجامش شد همونجا. وای. بعد خیلی ازم خون رفت حس میکنم، چون بعدش که رفت بیرون این وسایل مسائل جمع نکرده و من دیدم که چقدر ازم خون رفته. بعدش که دیدم بیشتر یه جوری شدم. آخ. بعد یه چند تا بخیه هم زد، گفتش که مثلا 3-4 هفته دیگه دوباره باید برم پیشش. من قبلا راجع به این کیسته حرف زده بودم تو ولاگا و گفته بودم که این اسمش کیست بارتولنه و بین سن 20 تا 30 خیلی رایجه بین دخترها. خب من خودم رو نمیدونستم و مشکلش اینجاست که وقتی یه بار این عود میکنه احتماله که این الان بار سومه که مال من عود کرده، یعنی بار سومه که خالیش کردم. ولی خب بار اول جراحی کردم تو بیمارستان و اصلا آبسه کرده بود، خیلی وحشتناک. اصلا اون که دردش یه چیز، یعنی واقعا حس میکنم بزام انقدر درد نمیگیره. الانم بار سوم دوباره برگشتم پیش همین. واقعا این دکتر خیلی خوبیه، یعنی انقدر حرفه‌ای کارش، ولی چیز دیگه مردم واقعا. خیلی ترسیدم. تنها هم بودم و انتظارش هم نداشتم. الان دوستم گفت میاد پیشم. چون که مامانم رفته سر کار، جواب تلفنم نمیده، دست و پام هم شل شده. این همه تیپ زده بودم. الان بی‌حسیه داره میره، خیلی درد دارم.
چون اینا رو بخیه زد. بعد گفت که اگه بیمارستان انجام بدیم یه چیز دیگه انجام میدیم که مثلا بخیه نمیزنیم. ولی من اون سری که انجام داده بودم بعدش خیلی درد نداشتم. با که تو بیمارستان درد خود اولش خیلی بیشتر بود چون عفونت کردم. الان مثلا خیلی یه جوریه. من صبحونه هیچی نخوردم، همینو بیدار شدم اومدم. بعد حس می‌کنم یه دلیل این که الان یه ذره دست و پام شل شده همینه که صبحونه نخوردم. الان حالا دوستم اومد اینجا، الان می‌بینمش. و اصلا امروز رو نمیدونم چی کار کردم، یعنی کلا همش داشتم استراحت میکردم و دیگه دکترم گفته بود برم تو وان آب گرم بشینم و اینا، اصلا نمیتونستم بیام بیرون. بعد الان دیگه یه دوش گرفتم و لباس راحت پوشیدم و موهامم بستم، سشوار کشیدم البته ولی بازم یکم نم داشت، بستم و دیگه استراحت کنم. انشالله که فردا یکم دردم کمتر بشه و دیگه به کارم برسم. البته دردم کنه یکم بهتر شد ولی یه حالی هم میدونی چی میگم، فکر کنم فردا خوب بشم و یکم ناراحتم عمیقا به خاطر اینکه خیلی برنامه‌های مختلف داشتم و مخصوصا ورزشی که به هم میخوره خیلی اعصاب منو خورد میکنه. پیش میاد دیگه، زندگی همینه، میدونی چی میگم. فردا صبح میبینمتون. صبح زیباتون بخیر باشه، دخترتون برگشته. این سری یکم سرحال‌تر، خوبم ولی نه خیلی، بدم نیستم، یه چیزی این وسط هم. ولی دیگه الان گفتم واسه خودم یه صبحانه‌ای درست کنم و یه چیزی تو ذهنم بود که اسفناج واسه کمخونی و اینا خوبه، و چون که ازم دیروز یه ذره خون رفته و همچنان یه ذره خون ریزی دارم، احساس کردم که میتونه اسفناج گزینه خوبی باشه. و واسه که اسفناجتون خیلی خوشمزه بشه، اینو تازه خودم از مامانم یاد گرفتم، پودر سیر و از این حالت پیاز تیکه تیکه کوچولوه، خیلی خوشمزه میکنه اسفناجو. من اسفناجو همش بدمزه میشه و مامانم که درست میکرد خیلی خوشمزه میشد. از سخا یاد گرفتم. بعد دیگه بقیه ادویه‌ام دیگه پاپریکا و نمک فلفلم که میزنم. من منتها دیگه به تخم مرغم هیچی نمیزنم. اسفناجتون هم خیلی نپزین چون حالت گس بودنش بیشتر میشه. یام. سخت‌ترین کار دنیا به نظر من استراحت کردن درسته. یعنی نه استراحت کردنی که مغزت همش درگیر باشه خودخوری کنی، استراحت کردنی که واقعا مغز و بدنت رو ریلکس کنی. بچه الان که از اون پایین ویوتون خوبه، سوراخ ناف منو میبینین که پیرسینگم افتاده و برم یه دونه بخرم. احساس لخت بودن دارم وقتی پیرسینگ ندارم. ببین چی درست کردم واقعا با 4 تا چیز ساده. خیلی حال میده این صبحونه. یعنی کلا تخم مرغ با سبزیجات مختلف به نظر من بهترین صبحونه‌ای که میشه خورد. خیلی ایده خوبی بود که اسفناج رو کرده بودی تو فریزر.
زدم پیاز. ببین به به تخم مرغم هم لامصب پرفکت اصلی نارنجیه. سخا حسودیشو داره همین الان درست میکنم. اگه میدونستم میای خونه درست میکنم برات. یه پارک رویال میخوام برم میخوای بیار؟ بعدم نمیاد چون من اون بسته رو پس بدم. من خیلی کوتاه میرم مایکل تا هم بسته تو پس بده بعد. اگه ترافیک نیست شدی. بخواد اینکه درد دارم بعد نمیخواستم از مریضای تو خونه باشم. چشمات خوشگه قربونت برم. خب من الان به خاطر اینکه یه سری خرید مرید داشتم که بعد پس بدم، سخو گفت میخواد برم پارک رال، گفتم منم باید سریع برم و برگردم بعد کار رو انجام بدم که یه ذرم حالا هوام عوض شه، چون احساس کردم که دیدیم مثلا هی سعی می‌کنیم بخندیم بعد هی لباتون این شکلیه آماده گریه، این یه ذره اونجوری بودم. ولی الان دیگه میخوام خوشفاز باشم، بدفاز بازی بسه و وایسی بهتون نشون بدم چیا رو میخوام پس بدم. یه دونه شلوار گرفته بودم، شلوار جین، اینه برندش و دوستم گفت بیکینی‌های خیلی خوبی داره و خدای بیکینیاش هم قیمتش خیلی ارزون شده بود و خیلی هم جنسش خوبه، یعنی با خیال راحت میری شنا میکنیم. اینو اکسترا اسمالشو گرفته بودم، حضوریشو نداشت اسمالشو، گفتم میگیرم اگه اسمالشو داشت آنلاین اینو پس میدم، بعد اسمالشو داشت آنلاین برای همین من اینو دیگه همینجوری نگه داشتم. اجازه بدید بیکینی رو بهتون نشون بدم چون خیلی خوشگله. خیلی وقته من دنبال یه بیکینی خوبم چون میخواستم که قشنگ چیز سفت محکم باشه بتونی باش شنا کنی، چون من اصلا عادی نمیرم استخر، یعنی من اگه برم یه جایی بتونم شنا کنم دلم میخواد ملق بزنم، شیریه بزنم، بپرم بیام بیرون. بعد اینو گرفتم، این بالا تنشم ست خوش رنگیه، اسمم به رنگ پوستم میاد. اینم گرفتم، اینم دوباره کاپ داره واسه اولین بار. من همیشه از این بیکینی مثلثی ها میگرفتم که خب اونا اصلا سیف نیستن. یه دلیلی که هیچ وقت از این مایه نمیگرفتم این بود که دوست نداشتم تیکه تیکه بسوزم، گفتم بد بسوزم بهتر از اینه که همه رو فلش کنم. در ادامه خریدهای زارا که کرده بودم، بذار خریدهای زارا بهتون نشون بدم. ما میشه خریدا رو نشون بدم بعد بریم؟ بله. خب این کیسه که میبینید پر بود، منتها من انقدر بی جنبه‌ام همه لباسا رو هر روز پشتم پوشیدم که خدای نکرده چیزی نو نمونه. الان فقط یه دونه از خریدام مونده که نوه، با همین شروع میکنیم. خوبه دیگه، میخوای یه جایی بری مثلا رستوران رسمی باشه، لختی نباشه و اینا، به نظر من این گزینه خیلی مناسب و مورد پسند و تاییدیه. با وقار، با شخصیت نجیب، این وایبو میده. اما نگران نباش، من فقط به این وایب بسنده نکردم. یک عدد پیرهن قهوه‌ای. خودم اصلا تا حالا این سبکی هیچ وقت پیرهن نپوشیده بودم، ولی وقتی پوشیدم سخو گفت خوشگله، منم گرفتم. این صندلا رو هم گرفتم که اینم اینجاش توریه و حتی با این لباس خوشگل میشه. یه دونه قهوه‌ای دیگه هم گرفتم، بعد اینا همشون با هم دیگه خیلی مچه باحالی شدن. اینم از این زاویه شاید بهتر معلوم باشه. چیز بعدی که گرفتم همین دامنی بود که دیروز خیلی خوشحال و شاد و خندون پوشیدم برام مطب دکتر. ببین این اصلا چیز کژوالی نیست، یعنی مثلا میتونی کاملا درس اپش کنی یا اینا، ولی حس میکنم اتفاقا با یه تیشرت خیلی باحال کژوال میشه و خیلی راحت میتونید در سطح شهر ازش بهره برداری بکنیم. این تاپرم که پوشیدم تو همون آخر ویدیو قبلی این شکلی. اینم از این پوست پیازی هست که میچسبه به تن، خیلی اینو من خوشم اومد. اصلا بهش نمیخورد ولی نمیدونم یه وایب باحالی میده، یعنی هم پوشیده است هم نیست. بعد اینجوریه که یکم وایب اوش زیاده. همه لباسای نومو دیدین، میشه لطفاً برو خودتون نرین، چون که من می‌خواستم با اینا عکس بگیرم و توی ویدیو بپوشمشون. همه رو یه جا بهتون نشون دادم دیگه، ولی من و شما نداریم. اینم مثل یه تیشرت بیسیکه، فقط یه ذره مثلا از بیسیک یه ذره کمتر بیسیکه. این بود از خریدهایی که من از زارا کردم و واقعا احساس میکنم برد کردم. خیلی راضیم از خریدام. Let's go. بچه به نظرم بریم یه دونه پیرسینگ ناف بخریم برای زودتر. چه سوراخ گنده ای هم داره پدستک. هرگز بسته نمیشه. دو نافم قشنگ. تو نافه
تونافه به این میگن تونافه شبیه گوگلیه خرافه. ببین انگار تو چیپ میزنی. یعنی ما الان دیگه داره تقریبا 3 سال میشه که اینجا زندگی میکنیم. من هر بار این پل لایونز گیت رو رد میشم باورم نمیشه من اینجا زندگی میکنم. یعنی انقدر خوشگله انگار مثلا داری تو وال پیپر رانندگی میکنی یا قدم میزنی. وال پیپر همچین نیستی. آره من میزان خارجی بودن تو دوستان اصلا اینکه تو الان داری رانندگی میکنی که شبیه خوابه. باورت میشه ماشین داریم مامان؟ به خدا انقدر این مسیر با اتوبوس اومده بودیم ها. پیاده هم اومدی؟ پیاده هم دویدیم، پیاده، دوچرخه، اسکوتر، تلاش خیلی کردی بارون، سگ سرما، سگ گرما. همه فصول سال با بابا پیاده اومدیم رفتیم 1.5 ساعت یادم رستوران یه آبادان رفتیم. ابا البته نمیتونیم قصدمون این بود که پیاده روی کنیم ولی خب اگه ماشین داشتیم بکنم کمتر پیاده روی میکردیم. بعد این که سقفش بازش من چبی اقدایی میخوام 2 دقیقه رانندگی کنم اینو میزنم. یعنی عاشق این بودم همیشه از بچگی. ببین انقدر دوست دارم حالا جدا از اون مثلا حس بچگی من میاد چون من اصلا تو ماشین نفر میشستم که سقفش باز میشد فکر می‌کردم الان دیگه خفن ترین چیز دنیا رو داره. بعد اینکه خورشید میفته رود وای حسی که رانندگی میکنی یا مثلا نشستی بغل خورشید گرمت میکنه. بعد ولی از اون ور یه کولری هم زدی که سرد یعنی گرمت نمیشه فقط نمیدونم یه دیگه ملس خوبیه. خلاصه نوشه جان خلاصه اگر الان در زندگیتون یه چیزی یه فکری دارین که خیلی دوره بالاخره یه روز زندگیش میکنین و اون لحظه انقدر بهتون میچسبه که ارزششو داره. این روزایی که آدم صبر میکنه سخته ولی بالاخره روزهای خوب میان. آره کلا آدم یادش میره. خیلی وقت آدم داره تو رویاش زندگی میکنه و یادش میره این رویاش بوده، داره با سختی‌های اون رویا هم زندگی میکنه. بعد انقدر دوباره داری خب جنس زندگی این مدلیه دیگه، هر روز آسونی داره سختی داره. تو رویات هم که داری زندگی میکنی بالاخره چالش‌های زندگی یادت میره که این رویات بوده. بعد میزنی و یاد میفتی این رویای خودم بود. من 10 سال پیش آرزوم این بود. این قره چیه دوباره این وسط؟ حالا این چیه این وسط؟ این لکه‌ایست بسیار مشکوک. خب یه لباس دیگه میپوشیدی. از آخرین قتلی که توی اون باور کنین الان 1 سال اینجاست. تو که میدونستین اینجاست چرا؟ من همیشه میپوشم مشکل ندارم با لکه. مشکل بقیه است دیگه. آخه خب یه رنگ دیگه. من چی میخوای بهم بدی خوراکی نوم نوم نیم نیم نوم نوم بده. نیم نیم سینی بده. خب بریم اینجاست دیگه. میام اینجا من بریم اینجاست. بخواه بریم اون پوتیه چیزه که دست بده بوس کن. یه کافه جدید باز شده اون نبشیه. ببین کدومو میگم؟ نبش کجا؟ نبش همه جا. وای بابا قنبونت برم مهربونی. اوه دیدی بچه ها الان اینو نمیذارم ولی دیدی بچه ها حد زدن که من بیکاپ کردم همش میپرسم تو کامنت ها. عجب هواییه. خوب شد اومدم بیرون واقعا حالا هوا عوض شد. یکم افسردگی گرفته بودم بعد از زایمان. افسردگی بعد از زایمان. یه هوای رطوبتی شبیه کیشتور شده یه ذره نیستی بو دریا میاد. رطوبتی نه که رطوبت اذیتش کنه رطوبتش اذیت کنه ولی یکم little bit
چقدر اکلیل. وای من شلویی میخوام. وای یا ابوالفضل. وای چقدر نازه این ریزترش. آقا من میخوام واسه هالووین امسال تبدیل به شلولویی بشم، یعنی یک شلولویی واقعی. منتها که اینو چجوری میشه زد به بدن؟ حس میکنم اون اکلای بدن فرق داره. کت میوته. اینم اکچولی خوشگله، همش با هم قابلتون نداره. $30 با این قیمت هاشونو از تو در میارن واقعا. $30 اکل. من میدونم این چین $1 هم نیوردم. اینجا یکم ایرانی زیاده، من نمیتونم کاملا دایره لغاتمو براتون استفاده کنم، ولی ببین 2 تا قاب عکس هم میخوام. اگه الان بتونیم قاب عکس هم پیدا کنیم. الان این چیه جان من؟ طرف شم زده روش انگار شیرو کنفلکسه، بعد بوی چرا واقعا؟ یعنی هر موقع احساس کردین که یه ایده بیزینسی دارین که جواب نداده به این فکر کنین. طرف داره یک شمی میفروشه که شبیه شیره، روش کنفلکسه و بوی، و این یه شم موزه. من یه قاب عکس هم میخواستم ولی این خوشگله. چی؟ $110 گرفتی منو؟ حتی $45 هم زیاده. چه کارایی داره این؟ بچسبونی به لباس دی مربع کوچیکی. خیلی بامزه است آخه. میشه گلیتر. Take me to church. اینا رو کاتیمت اینا رو داره $11. اینم داره، اینا $8. این چند تا توشه؟ یه دونه یونیت ما خواست آخه 2 برابر توشه. آقا من یه دونه دفتر آبرنگ میخوام. دفتر نمیخواستم، کاغذ میخوام، چون میخواستم نقاشی بکشم امروز. دارم فکر میکنم اینو بگیرم باعث میشه بیشتر نقاشی بکشم. پول ندارم. همین آبرنگ تو هست. اوه چویس. ببین کوچیک حسن نیست، باید بزرگ بگیری. بعد کادر میزنی بعد توشو در میاری که بعد توشو قاب کنی. همون به هم چون این سخت میشه، بعد نقاشی قدری بکشی. اینجوری داره میخوای بگیری. اوه یه دونهش $12 کنسله. من گفتم یه دونهش مثلا $3-4. اینم میکس میزنست قیمت چون ارزش‌تر نیست. بریم. ببین خیلی بامزه است. اون بزرگای گنده بالا هم دیدی؟ وای تو کدومش رو میخوای؟ من اون گیلاسه رو میخوام، ولی میگه داره شبیه کونه. ببین این گیلاس کوچیکه به نظرم بامزه تره، ولی چند تا میخوام، چند تا بامزه، مثلا این قارچه با این گیلاسه با این مثلا همش باندیه. بعد ببین میدونستی که میتونی اینا رو بگیری بعد هلیوم باز کنی، میتونی اونجوری بسته کوچیکشو بگیری. من یادمش باد شده میخری. ولی اینجا میتونی هلیومیشو بخری، مجبور نیستی این باد شده شو بگیری. اینا هلیومی نیستن، اینا بهش چوب بسته. من دوست دارم که با گاز باشه بره هوا. آره دیگه. اما تو رو خدا چشم که ببرم فقط این پس کنیم بیه. معلومه که چشم رو میبندی. چیزی آوردن. پشو تو چشم رو میبندی. اینک دم کنم. اینک کنم. این خواستی اینک افتاده. خوبه نه؟ اشکال داره؟ نه هایی میخواد با $250 رقابت میکنه. شاید بد نباشه. من یکی از عینکامو همینجوری ارزون خریدم، از تایلند خریدم. اینا من به من برند خودشه دیگه، همین ارزونه. نه اونا فقط $10.
این خوشگله، خیلی خوشگله، بهت هم میاد. به خدا بهت میاد. هیچ وقت عینک اینجوری ببین خودتون سریع ترین خرید سال. بزنید دقیقه تخوا. البته تو حراج نبود ولی بازم ارزون بود. بازم $20 بود. 1/10 قیمت بود. آخه واقعا از اون گرونه که زده بودی بیشتر بهت میومد. خودت هم قبول داشتی. همون تمیز نکن دیگه الان. 3 سال بعد 700 ما بس جان من بزن تو رو خدا. X2 باش. خیلی بهت میاد، باورم نمیشه. باشه تایی که تا حالا داشتی. آره میشه منم یه دور بزنم؟ این بندش هم باز کن. به تو هم میاد. به منم میاد. بله خیلی خوبه که یه عینک متفاوت شد. همیشه عینکام یه شکل بود. مامانم این فریمه، همه چه آفتابی چه طبی، از قدیم تا الان. نه از قدیم، یه 4 سال 5 سال. نه بابا از وقتی نه 10 سال. قبلا این مگسی ها میزدم، ریبنا. نوبتی هم باشه یه نوبت پس دادنم. خیلی دوست دارم شلوار جینه رو حقیقتا پیداش کنم و اونم تست کنم سایز کوچیک‌ترشو. بذار بریم اول پس بدیم. خیلی خوشگل بود آخه. اصلا شلوار جینه من سایز کوچیک‌ترشو الان پوشیدم. به نظرتون یه کم ولی بازم گشاده. حس می‌کنم یه ذره لاغرتر هم دارم میشم. این الان 2 سایز از اون کوچیک‌تره. هنوز یه سایز باید کوچیک‌تر از این باشه. 24 اندازه که این باستنش هم بچسبه. فکر کنم اون یکی رنگش باشه ولی خیلی مدلش خوشگله. ببین این پشت اینجوریه واقعا. ول وایساده. بذار اون یکی رنگش رو دقیقه بیارم بپوشم. فیت این شلوار جینه خیلی خوشگله ولی این حتی سایز کوچیک‌ترش هم برای من اینطوریه. هم قسمت نیست دوستان. ما دیگه کارامون تموم شد. البته من هنوز پیسی نگرفتم ولی نوبت کافه بازی مونه. دیگه وقتشه. وقتشه که دیگه الان سخت. به ما یه چیز شیرین. دکتر هم زنگ زد بعد گفتش که تا 1 هفته نباید ورزش کنیم. 1 هفته بچه‌ها، 1 هفته. من میخوام استیک بگیرم اگه مهمون توییم. بخوا دست در نکنه. میشه جون اجازه بدیم؟ او مای گاد اولالا. وای ماما فکر کن با هم بریم پاریس. تو رو خدا بریم. وای ماما همیشه بچه بودیم راجبش حرف میزنیم. واقعا میتونیم بریم الان. حتی الان نمیتونیم بریم ولی ان شاءالله میریم. وای بخوری. این استیکر روشو نکندی 100% یووی. اینم از ناهار امروز. الان سخا درست کرد. این ماهی استیل هد، سیب زمینی سفید و سبزیجات. به همین سادگی و خوشمزگی. منم بخوام از خودم بتونی آپدیت بدم. ما برگشتیم خونه و من مجبور بودم که برم حموم و اینا، چون که باید بخوابم تو وان روزی 2 بار و دیگه نرفتم حموم. یه ذره نشستم کتاب خوندم، سرم همش تو گوشی بود دیگه. اینم از غذامون. چند وقت من مامانم داریم سعی می‌کنیم غذا خوردن رو یکم عوض کنیم. بعد تقریبا هر روز یه وعده همین شکلی داریم، فقط پروتئینش رو عوض می‌کنیم و این سیب زمینی آقا معجزه می‌کنه چون که خیلی آدمو سیر نگه می‌داره. بعد من واقعا حس می‌کنم که این مدل غذا خوردن هم آدمو خیلی طولانی‌تر سیر نگه می‌داره،
همین که من همش دارم نمیخواد ریزه خالی کنم وسطش، نمیدونم احساس میکنم واسه سیب زمینی این کارو میکنه، چون من غذای مدلی زیاد میخورم ولی چون سیب زمینی پخته زیاد دوست داشتم هیچ وقت نمیخوردم و فکر میکردم که مثلا با نون یکیه واسه این ترجیح دارم نون بخورم، ولی سیب زمینی توی اون چارتی که چه غذاهایی خیلی آدمو سیر نگه میدارن رتبه 1 داره. از برنج سفید و نون سفید خیلی بیشتر سیرتون نگه میداره. به نظرم تست کنید حتما. حیف واقعا. من هیچ وقت نشد که تو ایران تو اتاق وسطی، خب قبلا که ما با هم بودیم سینا یه اتاق و من یه اتاق بودم، بعد که سینا رفته بود من از اتاق قبلی خودم اتاق وسطیه بود، اون اتاقی که شما دیدین روم تورشو اصلا در اصل اتاق سینا بوده قبلش. بعد اون اتاق وسطیه همه وسایل هنرستان من اون تو بود و من هیچ وقت بهتون نشون ندادم اون زیر مثلا تختم چه دنیایی از کار و اینجور چیزا بود. هیچ وقت اصلا کار هنرستانم من بهتون نشون ندادم. ان شاءالله قسمت بشه بریم ایران، ببین میتره کنیم، یعنی ببین بریم ایران، من ایرانو به آتمن کل ایرانو باهاتون میگردم. یکی از آرزوهامه. وای بچه‌ها فکر کنیم من ولاگ بگیرم بریم ایران. وای از تصورش هم مثلا چیز میشم. شیرین تا اینجا آرام آرام با پنبه سر خسرو رو تا نیمه بریده، اما حالا وقتشه که تا ته برو سنگاشو با خسرو وا بکن و بهش بگه که باهاش چنده. این نقاشی من فعلا به اینجا رسیده. خیلی این گل سخت رنگاشو در آوردن، دارم سعی میکنم فقط حس گلو بده، ولی دروغ نگم داره خوش میگذره، چون از اون واسه خودم پادکست خسرو شیرینم گذاشتم قسمت 30 هنوز نصفش مونده، خیلی طولانیه ولی داره خوش میگذره دیگه. بعد خیلی بامزه است. همش دارم فکر یا ابوالفضل چیه، همش دارم فکر میکنم که چقدر رفتار شیرین بامزه بوده. یعنی اینا مثلا اون انگار که اون زمانم به این چیزا فکر می‌کردن، روابط بین مثلا دختر پسرا، کششش، یه سری چیزا خیلی هنوز کلا یکی مونده. جالبه دیگه. میخوام مثل شیرین ناز بیام. سخا اومد کمک من. تا تمام شده بوده، فکر نکنین که سخا همه چی کشیده. اومد یه ذره برا من جاهای پررنگشو پررنگ‌تر کنه.
الان میخوام با اینو مامانم بهم داد، از این براش های سفیده که تاچ آخر سفید بندازی، هایلایت ها رو هایلایت تر کنی. من میخوام یک کوچولو با این برم توش که دیگه قشنگ احساس کنم جلوه کارو بیشتر میکنم تا سخا گفت، ولی دیده بودم تو ویدیوها که از این استفاده میکنم. یه تمومش کنیم که بره. امروز رو با یک انرژی جدید داریم شروع میکنیم. یه فکری الان برام موهام بکنم، نه فره نه صافه، یه چیز بینیه که داره اعصابم خورد میکنه. ببین از این پیس پیسا، از این پیس پیسای گلدون، اون پیس پیسا که اینجوری خیلی چی گفتم اونجوری پیس پیس میکنه و موهای من جواب نمیده، قشنگ خیس میخوام بشه موهام. حالا میخوام چی براتون تعریف کنم. آقا من واسه اولین بار از وقتی که این سرتیفیکیت تنیسمو گرفتم شاگرد گرفتم و کلا دارم سعی میکنم که با این ترسم روبرو بشم، چون که من مربیگری یوگا هم که گرفتم درس ندادم یوگا و برای من یه چیز خیلی نمیدونم یه قفلی تو مغزمه. از اونورم یه چیزی هست، خب مثلا چون من کارم یوتیوبه اونقدری مثلا دغدغه و وقتم نبوده که برم کل وقت زمانمو بذارم روی یه چیز جدید. هم اینه، هم ترس اولیه که آدم میخواد شروع کنه، چون کارای اینجوری یه مسئولیت بزرگیه به نظر من، مخصوصا آموزش دادن. یعنی هر آموزشی که تو میخوای بدی خیلی مسئولیت بزرگیه که تو آسیب نزنی به کسی، خوب بیس بدنشون رو بسازی، اون پایه های اولیه رو خوب بذاری و آدما رو باعث بشی که آدما بخوان اون کار رو ادامه بدن. حالا میتونه هر چیزی باشه، میتونه ساز باشه، میتونه زبان باشه، میتونه همین ورزش باشه. خلاصه من برام همیشه مسئولیتش خیلی زیاده آموزش دادن و خب آدما مثلا از مربی انتظار دیگه‌ای دارن، در صورتی که خب مربی هم باید یاد بگیره که مربیگری کنه. واقعا شاید مثلا تو اون مهارت هم داشته باشی ولی اینکه بتونی لزوما مهارت تو انتقال بدی خودش یه هنره و خودش هم زمان میبره واقعا. خلاصه این از این. امروز صبح به خاطر همین با دوستام رفتم بهشون گفتم میشه بیای من بهتون تنیس یاد بدم. بعد دیگه رفتم که یه ذره باشون کار کنم و اینا، دستشون در نکنه که اومدن. فردا قراره که اولین شاگرد جدیمو داشته باشم. امیدوارم که خوب پیش بره کلاسم واقعا. بعد از اینکه موهاتون رو خیس کردیم و موس زدیم، این موس کلا خیلی فرمون رو خوشگل میکنه ولی خیلی برای مو خوب نیستش، ولی واقعا جزء معدود چیزایی که فرو متفاوت میکنه. من بعدش از این لیوین کاندیشنر رو میزنم. یعنی ببین دوباره همه ی لوازم آرایشی بهداشتی من با هم دیگه تموم شده. چرا همه اینا میخوره به هم؟ آدم پول نداره دیگه. وای شیرموزم هوس کردم. در مرحله سوم از این ژل موه میزنم. همه چی تموم شده، ببین همه چی. حالا مرحله آخر که اگه حوصله داشته باشم من میذارم این خوش بشه بعد روغن مو میزنم. اگرم مثل الان باشه حوصله نداشته باشم که صبر کنم همینجوری روغن مو. این پیس پیس مال گلیسه ولی شما اینو نگیرین. اون قوطی عکسشو میذارم. ببین بهترین روغن مو به نظر من مال گلیسه. من همه برندی تست کردم، اینجا نیست متاسفانه گلیس. اصلا موه آدمم انقدر فرش میشه این کارو میکنی ها، انگار رفتی حموم. اینم از اینو. اینم دیگه غیر زیادی یه پیس پیس مال از این پیس پیس های موه مال ویکتوریا سیکرت بوی کوکونات، خیلی هم خوش بوه. این بود از روتین موه من. یه شیرموز سریع فوری انقلابی بزنیم بریم سراغ کارامون. بخواستم بگم من 10 بار رفتم تا مرز اینکه کنسل کنم و بگم مثلا بذار از زیر بار این تنیسه خودم رو خلاص کنم، چون که آلردی دارم یه کاری میکنم که داره جواب میده، توش میدونم که مثلا بالاخره تجربهشو دارم. خب ولی منم اولش با ترس شروع کردم، همین یوتیوب با ترس شروع کردم. بعد همش تو مغزم اینجوریه که نه کنسل نکن، چون همیشه بابای من میگه مثلا یه کاریو انجام بده 1 ماه حالا تا 3 ماه ببین اگه ترست مثلا ریخت و دوست نداشتی بعداً بذارش کنار، اینجوری نباش که مثلا بزنی زیر کار. خلاصه
خودمو دارم مجبور میکنم انجام بدم. شما مگر یه کاری دارین که ازش میترسین و دارین میندازین پشت گوشتون، این قسمت از ویدیو مال شماست. برین اون کارا رو انجام بدین و بدونین که باید ازش از یه جای شروع کرد. همه اون آدمایی که میبینین بلدن از یه جای شروع کردن و ساختن خودشونو. هیچکس روز اول خوب نبوده، هیچکس روز اول همه چی رو بلد نبوده. همین. شیرموز. آقا شیرموز، راز یک شیرموز خوشمزه خرماست. ببین این سه تا، یکم دارچین میزنی، یکم نمک میزنی، یه کوچولو هم عصاره وانیل. به به، ستاره بزن با قرمز. نکته کنکوری دارم بهت میگم، یه مقدار کم اول شیر میریزی خب که کف نکنه وقتی داری هم میزنی. من از شیرموز کفدار متنفرم. حالا شیر مورد نظر رو اضافه میکنیم بقیه‌شو. بعد این سری دیگه چون موادتون هم خورده فقط در حدی هم میزنین که میکس بشه، زیادی هم نزنین. من فقط پالس میدم. تمام تمام تمام. بدین شکل. البته بگم این خرما کامل حل نمیشه، یعنی شما آخرش باید با یه قاشق چیزی خرما رو بخورین. من راضیم. یک شیرموز بدون کف داریم اینجا. شاید هم وسواس الکی منه، شما با کف شیرموز اوکی باشین. یه دقیقه خلوت کنم با شیرموزم. ببین یو سن لورن عزیز تنها کسیه که قدر منو تو این زندگی میدونه و برای من هدایایی میفرسته که من واقعا راضیم ازشون. ببین این نزدیک بودا. اینجا میذارم نوشته آیکونیک اورنج بلاسام اند لوندر. استقدوس استقدوس بگو استقدوس به جای لوندر. اینم خود عطرشه. آره خلاصه دلم نمیاد حقیقتا ازش استفاده کنم. والا من تا الان گرونترین عطری که زدم مال زارا بوده. خب من الان اینا رو خالی کردم، یه سریشم که قبلا خالی کرده بودم، فقط می‌خواستم مطمئن شم دیگه چیزی توش نیست. این دوتا رو من باز نکردم هنوز و از برند لانکومه که حقیقتا خودم ریملم مال لانکومه و وقتی دیدم اینا میخوام واسه من بفرستم من خیلی ذوق کردم، چون که یه محصولی که یه بار پولشو دادی خودت و رفتی خریدیش بعد یهو برات میفرستن یه حس دیگه داره. یعنی اینجوری بودم که وای من اینو رفتم خودم حضوری از تو مغازه خریدم بعد الان برندش واسه منو فرستاده. بعد اینو داشتم سعی می‌کردم به بابام بگم وقتی بابام اینجا بود. ببین خود قوطیش جای دستمال کاغذیه و خیلی به نظرم خوشگله و مزه است. من اگر خونه خودم بگیرم اینو حتما ازش استفاده میکنم و اتاقم جا نداره وگرنه میذاشتم تو اتاقم. الان این اونو نیست که من خودم گرفته بودم، پاک کننده ریمله. وقتی میخوای ریمل تو پاک کنی میشه ببینم بافتش چه شکلیه، چه رنگیه. آو ببین یه حالت ژله‌ای داره. بعد اینجوری میزنی نوشته، بعد با این دستماله پاکش میکنیم. بسته بعدی اینه که باز کردم. بسته بندیاش خوشگله لانکوم. نه اینو ریمل نیست، پس اون کجاست؟ یکی دیگه هم باید باشه. ببین چه چیزیه این شکلیه، ولی کلا ریملای لانکوم خیلی معروفن. اوه عجب سری داره. سخه اومد. سخه خیلی میخوام اینو تست کنم راستش. بزنیم با هم دیگه. سلام ماما. سلام دخترم. عجب سر عجیبی داره. یعنی موجا رو برد بالا. ببین اصلا مرجا هم الان دیگه عنکبوتیه واسه خودش. اوه چسبیده به ابرات. میبینی؟ ببین کار مامانمه ها. کار بنده خداست. یه بر ریمل بزنم ماما. زدم. رو هم ببین اصلا آخ ریدم. بله. حس کردم. اصلا نمیره. بوسم نکنی. خسته نباشی. اعصاب خسته. آخه مامانم که نباید بهش سر کار. خسته میشه مامانش. بابا مامان بذار قشنگ هیچ وقت اینجوری ریمل نزدی. چقدر بهت میاد. اوه چه فری کرد.
واقعا داره خوابم میبره. یه خوابت نبره، بذار با ریمل خوب خوابت ببر. یه دقیقه بذار اینو برای تمیزش کنم. ببین ازم نمونه کار. چک اومده برام. چک سر کار خودا. وای مامان عجب چشایی شد. که چشمت خیلی جدیه. دقیقه بسا بچه چشای سخار رو گفتم از نزدیک بهتون نشون بدم. ما گلن چشات یه هوا سگ داره. خودت گرفت. وای پاچم. مامان عجب چیزی شد. ببین اینا که به من پول ندادن ولی من خدای از جون و دل دارم بهشون نشون میدم. بیا جلو. میترسم قرآن میترسم. مامان تو الان لیست بده یا اول اصلا میگم سگ. ببین خیلی خوشگل شده. موجا چسبیده به سقف اتاقم. ببین یه دونه اونجا الان هست. ها پولم برام فرستاده بودم با این ریمله و واسه اینه که مژه‌هاتو اندازه بزنی. ببین چقدر بلند شده. مسخره بازی دیگه. و من احساس کردم شاید میتونه دکور جالبی باشه. الان میخوام این دایره‌ش رو باز کنم با این انبر دسته. بعد بندازمش این تو. مثلا بامزه است. من ته اینو یادم رفت که باز کنم. اینم سایه است. این شکلیه. خیلی عجیبه که ولی یه دونه سایه فرستادن با اینا. اوه درشو دیدین چه شکلیه؟ جلل خالق. ببین ریمله رو پیدا کردم. این اونیه که میگم خودم اینشو خریدم. بعد واترپروف، خیلی هم ریمل خوبیه. چجوری میتونم بهش دست پیدا کنم؟ توش 2 تا چیزیه. من اینو ندیدم. پرایمره؟ اینم ریمل. مجبور نیستم برم بگیرم، تموم شد. الان خدای انقدر ریمل دارم نمیدونم بعد هر روز بعد 3 بار ریمل بزنم. صبح بلند میشم به جای مسواک دارم ریمل میزنم. اینم به کلکسیون ریمل‌های جدیدمون اضافه میکنیم و تمام. این طبقه بالای یکم چیز میزای ژینگولانس ترا رو گذاشتم و نه اونایی که نمیشد وایسوندشون. اینم پایین. با دستشویی خدافظی میکنم و راستش خیلی دلم میخواد الان یه ذره بخوابم چون که شب قراره بریم بارش شهاب سنگ ببینیم. دیگه شب با دوستام قرار گذاشتیم بعد ساعت 12 تا 4 صبح معلومه و من فردا باید فردا ساعت 7:30 صبح خواب باشم ولی الان خوابم نمیاد. این استیکر ته کارتونه مونده بود و من ندیده بودمش. الان گفتم بزنم رو لپتاپم. یه چند تا استیکر جدید هم به لپتاپم اضافه کردم. بهتون نشون بدم. این پروانه جدید این اگه گفتین این چیه؟ مال کومانه. من خوابیدم واقعا تونستم 1 ساعت بخوابم یعنی سرم داشت میترکید و الان خیلی بهتره. بعد دیگه یه کوچولو جینگل کردم و الان دارم میرم خونه دوستم. بریم این سر رو یه چیزی بگیریم. دستخالی نرم به نظرم بهتره چون تا الان 10 بار دستخالی رفتم خونه. هم چرا هوس دونات کرده بودم و خودم تا حالا دوناتش رو تست نکردم. دارم خوب باشه ولی همه چیزاش خوبه معمولا. و اینم از این باز شو. بدرس
واو امیدوارم که خوب باشه. حالا کجا میری بهش نگی؟ میرم دنبال کارهای حساب اینه دیدم اولی هم بچه این شهواری که میبینین و دیدین بچه یه دونه فلش رد کنین از اینجا. یه شهاب میخوام دوستان، یه شهاب یکم سریع‌تر لطفا. بارش شهابیه بعد بارش چند تا بیارین لطفا. آها خب یکی دیگه. این دیگه جنگ شهابی بود. بچه من میخوام واقعا این ویدیو رو بذارم، ناراحت میشین؟ نه چرا؟ ما یه سابسکرایبرات من شاید شهاب ناراحت. حرفی نداریم برای گفتم بچه‌ها. چرا؟ بگیم. الان اینو واقعا میخوای بذاری؟ واقعا میخوام بزنم. بچه فوش نداریم. اون بایگانه افسانه. یه 2 دقیقه با ادب باشه. بایگان افسانه که دیگه با ادب میبینمتون چون مشه من بگم مشه من بگم میبینمتون بابا من اینجوری نمیگم.